بیش از 2 هفته است که استاد منظور به غرب آمده است و در جمع یاران صفا یاد دیرین خوش را به دلمان برمیگرداند. از باغ انار و اناران انار گفت و می گفت و سخنش مثل قدیم چه به دل که نمی نشست. این بار اما حسین میرمیران ترتیب بزرگ داشتی در خور استاد داده بود. وارد که شدم استاد را دیدم با آن دلبری همیشگیش و تحریش برازنده‌اش. بغلش کردم و دوست نداشتم لحظه ای ترکش کنم، یا شاید هم دوست نداشتم پس از آن همه سال دوری از دستش بدم. 20 و چند سال پیش او را در محفلی اطراف استکهلم دیده بودم و حالا همان منظور خودمان بود و همان صدای گرم و نوع خاص بیانش که به دل می نشیند. کارها ردیف شده بودند. چند تایی عکس گرفتم و کمی با او به صحبت نشستم. او باز مرا به یاد آن باغ جوانی من انداخت و سالهای طلایی اوان مدرسه و از انار گفت و از خانه های خشت و گلی و اینکه با دیدن شاگردانش کلی احساس جوانی می کند. یه مقدار مطالعاتم روی معماری و مثلا نقش باغ در معماری ایران و چه خصوصیاتی داره، چه المانهایی داره، چه المانهایی درش مهمه و توی مسئله باغ که آب و خاک و باد و آسمان و به هر حال میمد جز سمبول‌های زمینی. میوه ها من برام تو میتولوژی ما هم هست واقعا. انار یه زمین خیلی جالب و گسترده‌ای داره. اینه که این نوانس‌های مختلفش این مورد کار من قرار گیره. برای همینم شما می‌بینید مثلا تو یه دوره شاید 10 ساله 12 ساله اناره هست ولی به چی میگن با چیزای برداشت‌های مختلف روش مطالعه شده که حتی مثلا ما میرسیم به اونجا مثلا فسیل انار، حتی فسیل انار داستانش چیه. آره و بعدم حالا کوشش من به طور کلی این بود که من نمیتونستم کارهای امروزم رو کارهای اخیرم رو بیارم برای که همه ابعاد خیلی بزرگی داره. در نتیجه من کوشش کردم که چون ما میخوایم بچه‌ها دوره هم بعد از 39 سال جمع شیم، چطوری که من 39 سال کارهای رتروسپکتیو رو بذاریم به نمایش. نتیجهش این شد یه سریش اجباراً اوریجینال، یه سری دیگه شون ما مجبور شدیم که دیجیتال کاپی بکنیم. این هم حاصلشه و این هم البته باقی مانده شه، ولی که این همینطور که میدونیم نمایشگاه دومه که من اینجا هستم. خب کلا نظرت راجع به بچه‌ها و این برنامه‌ای که داشتن؟ روز اولی که بچه‌ها رو دیدم گفتم که از یه جهت به دلیل کاری که فریبرز و کامی کردن، این چی میگن، این هم جمع کنن، وقتی من دیدمشون گفتم انگار که دیروز دیدمتون، در صورتی که واقعیت قضیه این بود که ما 39 سال بود که از هم دور بود. درسته. این یکی چیزی که به من داد واقعا، که باز همون روز اول بهشون گفتم، من رو 10 سال جوون کرد. برای که دیدم ماشاءالله درست صحبت اولی رو که من همیشه سر کلاس با بچه‌ها شروع می‌کردم که شماها همه هر چی من هستم اون مهم نیست، باید درجات مترقی‌تر و بالاتر و عرفانی‌تری تو کاراتون پیدا کنید و خوشحالم من 10 سال جوون شدم به دلیل اینکه دیدم همه واقعا به اون آسمان کارشون رسیدن و این هیچ چیزی برای من با ارزش‌تر از این نیست. من همیشه مهمترین ثروتم شماها بودید. این واقعیتیه. من به بچه‌هام هم گفتم
دارم این رو به نواها من منتقل میکنم که هیچ چیزی برای یه انسان والاتر، پرگوهرتر و شایسته تر و بایسته تر نیست از اینکه همکاراش رو ببینی که همه موفقن، پیروزن و در زمینه کارشون رسیدن به نهایت امکان وجودی. اینا همه شاگردات بودن و ما هستیم همه؟ نه، شاگردات واقعا. شارو جان، ما همه یادت باشه من اومدم گفتم آقا آموزش ما با یادآوری و زنده یاد فریدون رهنما، ما میگفتیم آموزش باید تغییر پیدا کنه، آموزش باید لمس کننده باشه. برای همینم جزوه و پلیکوپی و فلان اینا هیچ در کار نبود. بله. از روز اولم گفتم من هم دارم یاد میگیرم و الان امروزم که اینجا ایستادم من هم در حال یادگیری هستم و اون مسافرتایی که با هم بودیم که برای من خیلی ارزش آموزشی داشت تو کارم، برای خود منم یه آموزش بود. من خیلی چیزا تو اون سفرها با شماها یاد گرفتم که توی دوره طولانی تحصیلات آکادمیک واقعا یاد نگرفتم. برای که من یه صحبتی داشتم، یه کتاب دارم راجع به باغ‌های ایران. اولش من اینو می‌نویسم که آقا توصیف باغ ایران، آره خیلی هم توصیف کردن، خیلی هم کتاب نوشتن، ولی توصیف حال و هوای دم باغ ایران امکان پذیر نیست مگر اینکه شما تجربهش کنید، شما توش قدم بزنید، شما بوش کنید، شما بشنویدش. و برای همین اون مسافرت ها این ریشه رو داشت. یا آقا ما باید بریم توی خونه خشت و گل، بریم خونه کسی که با دستش و با خاک زمین محل مسکونیش به وجود آورده، تمام نیازهای نه فقط فیزیکی، معنویش هم تونسته برآورده کنه. و برای شناختن این محیط شما که به عنوان تهیه کننده برنامه سازهای بعد از دوره تحصیلی بنابود بشید که بعد این لحظه ها رو با پوست و گوشت و خونتون حس بکنید. و امروز من برمیگردم سوئد با این نیت که آقا من رفتم اون چیزی رو که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم میبینم که اون فکر، اون تفکر، اون ریشه یابی چقدر کاربرد و عمل داشته و افتخار میکنم به همه شما. واقعا میگم من فکر کنم تا موقعی که برگردم روز سه‌شنبه روز اول گفتم 10 سال، ولی فکر کنم اقلا 15 سال منو جوون خواهید کرد.